بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام مردم، سلام هم نفسای دوست داشتنی برنامه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی ممنونم که از بین همه شبکه‌های تلویزیونی باز انتخاب شما قاب شبکه قرآن و برنامه یاد خداست. امیدوارم اینجا به شما خوش بگذره، برنامه‌ام براتون مفید باشه. خیلی احتمال زیاد میدم که این اتفاق بیفته، چون استاد رمزی اوحدی تشریف آوردن و بعد از رفت و برگشت تلویزیونی که داشته باشیم با ایشان گفتگومون رو شروع میکنیم. انشاءالله که فرصت همراهی تا پایان رو هم داشته باشید. بفهم. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. خیلی خیلی ممنونم که دارین برنامه خودتون رو تماشا میکنید. با اجازه شما من سلام و خیر مقدم عرض میکنم به استاد عزیزم استاد رمزی اوحدی که بازم قدم به چشم حقیر گذاشتن، قبول زحمت و دعوت کردن. آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. بنده محضر جناب عالی همکارانتون و بینندگان محترم عرض سلام و ارادت خودم رو تقدیم می‌کنم و برای اونها سلامتی و سرور و عافیت از خدای بزرگ می‌طلبم. به حق ابا عبدالله انشالله. خب عرضم به حضور شما که حتما خاطر شریفتون هست، ما از دیشب خدمت استاد هستیم و از دریچه مسائل تربیتی به وقایع عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام نگاه میکنیم. دیشب هم نکات خیلی آموزنده و دقیقی فرمودن در حوزه مسائل واقع رفتارهای تربیت معنوی امام حسین علیه السلام در عاشورا. سوالی که همیشه برای من مطرح بوده و الان خوشحال شدم قبل برنامه که متوجه شدم میخواین راجع بهش صحبت بکنین، الان سوالامو به اشتراک بگذارم با شما و مردم، اینه که واقعا روز عاشورا یک بحران غیر قابل وصفی اتفاق افتاد، یک التهاب غیر قابل وصف، یک فاجعه، یک مصیبت غیر قابل درک واقعا. خب امام حسین و یارانشون شهید شدن، اما بازماندگانی هم داشت عاشورا. خود امام سجاد علیه السلام بودن که خب حالا اون موقع در تب شدیدی بودن، ظاهرا بیمار بودن، و حضرت زینب سلام الله علیها. خب حالا توی اون شرایط که امام چهارم ما در بیماری بودن، الظاهر حداقل اون یکی دو روزو بودن، حالا بعداً بهبود پیدا کردن، ولی اون موقع بودن. سوال اینجاست که توی اون شرایط وحشتناک که حالا عزیزان خانم زینب کبرا
به این شکل در وحشیانه ترین شکل ممکن به قتل رسیدن، به شهادت رسیدن، سرهای اونها به روی نی بازماندگانشون، کودکان و زنان اسیر شدن. توی این شرایط چجوری حضرت زینب به این زنان، به این کودکان، مراقبت از امام معصوم، چجوری اینجا مدیریت کردن؟ یعنی نظرم یه کنکاش روانشناسی میخواد رفتار تربیتی از زینب و رفتاری که حالا هر حوزه‌ای، چون بعد از قیام در واقع عاشورا اون پرچم از دست ایشون نیفتاد و اینجوری مدیریت کردن. اینو دوست داریم شما تبیین بکنید. چشم. از محضر مبارکتون یکی از بحث‌هایی که تو روانشناسی امروز مطرح میشه، البته دیرینگیش برمیگره با آیات و روایات ما، چون میدونید ما تبادلات علمی داشتیم قبل از اسلام، یونان باستان و افلاطون و این آثار جابجا میشده، مباحث علمی جابجا میشده، لذا روانشناسایی که در سایر بلاد اسلامی هستن آیات و روایات های ما رو بعضیاشون دیدن، یه سرتیترایی هم برای خودشون در آوردن. اون چیزی که تو جریان کربلا رخ داده یه سرتیتر جدی روانشناسی است که خیلی بحث پردامنه‌ای هم است تحت عنوان اعتماد به نفس، خودباوری. اعتماد به نفس یعنی چی؟ اعتماد به نفس یعنی نیرویی که شما رو میرسونه به اون هدفی که انتخاب کردی. هر چقدر اعتماد به نفس و خودباوری شما قوی تر باشه، شما به اهدافت راحت تر میرسی. مشکلات زندگی مثل انفجار میمونه. هر مشکلی یه انفجاریه. بله. تو وجود انسان. همونجوری که توی معدنی انفجار به وجود میاد، طلاهاش میاد بیرون به واسطه اون انفجار. اعتماد به نفس هم ما رو در مواجهه با مشکلات میرسونه به اون طلای درونیمون. یعنی لازمه رشد یک انسانی که اعتماد به نفس داره همین انفجارات مشکلات روزمره زندگیشه. اون موقع روانشناسای غربی یه تیتر خیلی وسیع دارن تحت عنوان انسان خودشکوفا، یعنی انسان کامل. حالا ما تو مباحث عرفانیمون میگیم انسان کامل، اینا قرابت کلامی دارن. خب انسان خودشکوفا یکی از مهمترین شاخصهاش همون باز اعتماد به نفسشه و اینو شما تو شخصیت حضرت زینب کبری تو هر بند و فرازش میبینید که چه اعتماد به نفسی داشته این خانم بزرگوار. البته بقیه یاران حضرت سیدالشهدا، فرزندان حضرت سیدالشهدا هم اینو میبینیم توشون. در این حالی که ما اعتماد به نفس داریم، یه نقطه مقابل منفیش هم داریم که بهش میگیم اعتماد به نفس کاذب. بعضی‌ها اعتماد به نفس کاذب دارن. اعتماد به نفس واقعی اون چیزی که طرف تو خودش دریافته و توانایی خودش رو فی الواقع شناخته. اعتماد به نفس کاذب یا همون خودشیفتگی که یکی از مباحث دامنه‌دار روانشناسی هست، یعنی طرف فقط داره فیلم بازی میکنه. یعنی دارایی باید داشته باشی که به اعتماد بکنی. بله. اگه نداشته باشی و به چیزی که نداری اعتماد بکنی میشه کاذب دیگه. بله. منتها شما تو جریان کربلا این اعتماد به نفس خیلی عجیبه. شما نگاه میکنید اونجایی که زینب کبری باید سخنرانی کنه، سخنرانی کرد. اونجایی که باید پرستاری بکنه، در این حال داره پرستاری میکنه. اونجایی که باید گریه بکنه، پر از احساس گریه میکنه. این خیلی شخصیت عجیب و پیچیده‌ایه. ببینید در عین واحد داره همه کارا رو انجام میده. لدل ورود و ابتدای شهر کوفه خطبه میخونه، دلها رو تسخیر میکنه، مردم میگن علی ابن ابی طالب داره سخنرانی میکنه، همه رو مات و مبهوت سخنرانی خودش کرده. بعد پایان همین خطبه موقع که سر مقدس امام حسین رو نشونش میدن، شروع میکنه به اون ابراز احساسات و شیفتگی و عاشقانه صحبت کردن و ای هلال من، خیلی شعر قشنگی داره. بعد میگه با دختر، ببینید اونجا که دیگه لازم احساسی صحبت کنه، از مردم با ظرفیت حسیش اونها رو، عواطف منجمدشون رو جریحه دار بکنه، حسی عمل میکنه و این نشانه یک شخصیت ممتازه که در عین واحد به موقع میدونه کجا چجوری باید عمل کنه. ماها غالبا بیجا عصبانی میشیم، یعنی مدیریت رفتار. بله همین. شما میبینید ما بیجا بعضیامون ناراحت میشیم، بیجا حرف میزنیم. بیجا این نیست تو زندگی حضرت زهرا و حضرت زینب کبری میبینید نیست. و این نشون دهنده اینه که این خانواده روی این فرزند کار تربیتی کردن. دوستانی که
شرح حال زندگی حضرت زینب رو در دوران کودکی خوندن متوجه میشن بنده چی دارم میگم. وقت برنامه نیست و اینا دونه دونه فکت ها رو میتونم بگم که آقا ببینید حضرت زهرا اینجا اینجوری برخورد کرده با حضرت زینب، این بنده روانشناسی تربیتش. علی حال اون چیزی که واضحه اینه که یک شخصیت مستحکم و یک شخصیتی که نشکسته. ببینید تمام این کارا رو دشمن انجام داده که این بشکنه. همینطوره. میخواد سوار شتر بشه تو سرزمین کربلا. اون شخصیت‌های عاطفی که حمایتگر عاطفیش بودن همه رو از دست داده، همه رو سوار شتر کرده. غروب روز 11 خودش میخواد سوار شتر بشه، هیچ که نیست. اینجا باید این خانم بشکنه، نمیشکنه. تمام اون کسایی که حمایتگر عاطفی این خانم بودن جلو روش کشته شدن، نمیشکنه. میبینید بازم وایستاده. ببینید این خیلی عجیبه واقعا. بله از نظر روانشناسی اونهایی که مباحث روانشناسی رو مطالعه کردن واقعا این شخصیت عجیبیه. ببینید این خانوم 48 ساعت حداقل نخوابیده. شب عاشورا که پر از استرس و قصه بوده، هم شنیدید که امام حسین شمشیرشو داشته تیز میکرده جون، اون شعر رو میخونه یا دهر افن لک من خلیلی. حضرت سجاد رو حضرت زینب داشتن پرستاری میکردن، بعد بدو میان پیش برادرشون گریه میکنن، مواجهه هلال و با جناب حبیب ابن مظاهر که میان پشت خیمت حضرت زینب کبرا. اصلا شب عاشورا که ایشون نخوابیده. غروب عاشورا هم که تا صبح بچه ها رو جمع میکرده و بچه ها رو دفن میکرده. یه تعداد بچه ها که کشته شدن رو ایشون دفن میکرده. از حاشیه تاریخ این به دست میاد، چون این جماعت وحشی که در مقابل حضرت زینب کبرا بودن همه سرها رو به نیزه کردن که پول بیشتری بگیرن. یه تعداد از بچهای امام حسین علیه السلام زیر دستپای این اسباب و حمله ها از بین رفتن. لا اله الا الله. و حضرت زینب کبرا مجبور بود اینها رو شبانه دفن بکنه. چرا؟ چون سر اینا رو اینا به نیزه میکردن. حتی موقعی که بچه‌ها پراکنده شدن تو دشت، حضرت زینب کبرا بچه‌ها رو شمرد، دید 2 تا از بچه‌ها نیستن. بعد رفتید زیر یه بوته، جفت این بچه‌ها از بین رفتن. حضرت میدونست اینا فردا صبح سرشون به نیزه میره، برای همین بچه‌ها رو دفن کرد. ببینید بعضی از کار آقایونه، کار خانوما نیست. بله. قبر کندن و بچه دفن کردن کار خانوم نیست. با حجم این سنگینی که به گرده داره این خانوم وایساده داره مدیریت میکنه. بله. خیلی ممنونم. ما یه فاصله بگیریم برگردیم ادامه بدیم که حالا با این حجم چطوری مدیریت میکنن. یعنی در واقع نحوه مدیریتشون خیلی تأمل برانگیز. سلام خدا بر حضرت جبل الصبر، ام المصائب، عقیله بنی هاشم، نائبت الزهرا زینب کبرا. خورشید صبحگاهی بامت حسین، هر دفعه که برادرت از راه میرسید از فرط شور و شوق سلامت حسین بود. یک راستای نور وجود تو زینب است، نوری که در مسیر امامت حسین بود. تعریف داغ در نظرت چیز دیگری است. ای کربلا به چشم تو زیباتر از همه. ظهری که 30,000 نفر بود و 1 نفر افتاده بود زخمی و تنها تر از همه. ظهری که در هجوم به گودال تیر و تیغ پیچیده می شدند و معماتر از همه این بود که تنش به چه جرمی کفن نداشت. ای کربلا به چشم تو زیباتر از همه. خیلی خیلی ممنونم که دارین برنامه خودتون یاد خدا رو تماشا میکنین. ما ذیل عنوان کلی مسائل تربیتی قیام امام حسین و عاشورا داریم نگاه میکنیم به موضوع مدیریت خانم زینب کبرا سلام الله علیها، مدیریت تربیتی و رفتاری بعد از واقعه عاشورا، بعد از این همه ظلم ها و ستم هایی که صورت گرفته و تو اون شرایط که به زیبایی تبیین کردن استاد اوحدی، ببینیم چطور عمل کردن از زینب کبرا که در واقع نه تنها قیام امام حسین دفن نشد، کربلا دفن نشد، گفت سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، واقعا همینطوری، بلکه الان بعد از 1400 سال به این شکل انتقال پیدا کرده و مدیریتی که اونجا به لحاظ روانشناسی انجام دادن تبیین میکنن استاد.
جناب آقای قوامی، یکی از سرتیترهایی که ما باید بهش بپردازیم و رفتار حضرت زینب کبری رو میتونیم باش خوب بفهمیم، همون بحث خودباوری و اعتماد به نفس ایشونه. بله. وقتی یک کسی استحکام روحی داشته باشه، خودباور و خدا باور باشه، هیچ جوری این شخص رو نمیشه شکست. خودباوری و اعتماد به نفس انسان نیروی محرکه انسان برای حرکتش. تو قرآن کریم این زینب کبری مفسر قرآن بوده تو کوفه. بله. تو قرآن کریم خداوند میفرماد اگر کف اقیانوس باشی مثل یونس پیغمبر، اگر روی دریا باشی مثل نوح، اگر کنار دریا باشی مثل موسی، و اگر تو آسمان چهارم باشی مثل عیسی، بخوام نگرت دارم نگرت میدارم. این 4 تا داستان رو بذارید کنار هم، این اعتماد به نفس میاره. این خدای منه که کف اقیانوس که پایین ترین جای عالمه حضرت یونسه، بالاترین جای عالم که آسمان چهارم از نظر حضور انسانی حضرت عیسی هستن، خدا میگه تو این 2 نقطه من بخوام نگردارم نگرت میدارم. زینب کبری اعتماد به خدا داره، ظرفیت‌های خودش رو میشناسه، هیچ چیزی نمیتونه بشکنتش. لذا میبینید روز عاشورا گرسنه است، استراحت نکرده، بچه‌ها رو جمع کرده، خودش غم دیده است. ببینید جناب آقای قوامی، یک کسی که غم دیده است غالبا اونایی که غم ندیدن میرن دور اونو میگیرن دلداریش میدن. زینب کبری خودش 18 نفر عزیزانش غم دیده. حالا باید این خانوما رو که تو کاروان هستن و اینا رو چیکار کنه؟ تسلی بده. تو یه کاروانی قرار گرفت که بچه زخمی داره، تو یه کاروانی قرار گرفت که بچه‌ایه که بدنش سوخته، گوشش زخمیه. این بچه ها رو داره جوری تو مدار عاطفه خودش نگه داشته، اون قدرت روحی و اون استحکام روحی که به توحید وصله، همونی که داداشش روز عاشورا تو وداع آخر ازش پرسیدن ما را به که میسپاری، گفت به خدا. همینو تو زینب میبینی هست، نمیتونی بشکنیش. چرا؟ چون به خدا متصله. سعدی داستانی داره تو بوستان، میگه یه پیرمردی از فاریاب، نه فاریاب افغانستان، فاریاب خود ایران، تو شیراز، نزدیک شیراز، با من همسفر شد، سوار کشتی شدیم، کشتی افتاد تو گرداب، همه ناراحت و مضطرب و که الان میمیریم. میگه این پیرمرد فاریابی از اول که سوار کشتی شدیم رو عرشه کشتی داشت نماز میخوند، موقعی هم که تو گرداب افتادیم بازم داشت نماز میخوند. میگه همه اهل کشتی اومدن دور این پیرمرد جمع شدن، گفتن نمازش که تموم شد، گفتن آقا تو تزلزلی نداری؟ کشتی داره غرق میشه، ما هممون داره جونمون اومده تو حلقمون. دیدم پیرمرد گفت نه من مضطرب نیستم، راحتم. گفتن چرا؟ گفت شما تکیهگاهتون کشتی بود، کشتی تکون خورد شما به لرزه افتادید. تکیهگاه من خداست، هنوز تکون نخورده. این آدمو نمیشه شکست. تو جریان کوفه که داره میره جناب آقای قوامی، فوش خورده، کتک خورده، بار مصائب داغدیگی رو دلش هست. مراقبت و سرپرستی این بچه‌ها رو باید بکنن، چون اینا تو کاروان میرفتن، این بچه‌ها از شتر میافتادن و این نگهبانا و همراهیای حضرت زینب براشون اصلا مهم نبود که مثلا این بچه افتاده وایسان بچه رو نگاه، اصلا میگفتن مهم نیست. و ما داستان‌هایی داریم تو این زمینه که فرصت نیست که کدوم یک از بچه‌های امام حسین تو کدوم منطقه جامون زیر یه بوته‌ای حضرت زینب کبری برای اینا بالشت زیر سر رو با خاک درست می‌کرده. یعنی اینا سرشون رو روی بالشت خاکی که از زینب درست می‌کرده. بعد بچه خواب مونده، کاروان حرکت کرده، بچه دنبال کاروان میدوید، اینا هست تا دونه دونه اسم اینا هست. و اینا اصلا توجه نمی‌کردن و حضرت زینب پیاده شده این بچه رو ملحق کرده به کاروان. بعد همینجوری وارد کوفه شده. بعد ببینید با عبیدالله چجوری صحبت میکنه، خوردش میکنه، میریزتش پایین. عبیدالله میگه این زن متکبر کی بود رفت اونجا گرفت نشست. ببینید چجوری تحقیرش میکنه. بعد وارد شهر کوفه داره میشه. عنایت بکنید این بچه‌ای که همراه حضرت زینب کبری است گرسنه است، اما جوری با اینا با ملاطفت برخورد کرده، جوری تو محبت خودش اینا رو اسیر کرده. اینجا یک بحث ظریف تربیتی است. آقا بچهای ما کی از ما تبعیت میکنن؟ بچهای ما هر چقدر ما رو دوست داشته باشن از ما تبعیت میکنن. آقا یه خانم از همسرش کی تبعیت میکنه؟ هر چقدر دوستش داشته باشه. اگر میخواید کسی از شما تبعیت کنه، اول عشق خودتون رو ثابت کنید، تو هر شرایط سختی اون تو رو چه کار میکنه؟ اطاعت میکنه. آقا این صحنه سخت نیست. مولا علی داره حضرت زهرا رو غسل میده.
به بچه‌ها میگه بچه‌ها مادرتون وصیت کرده کسی مطلع نشه. بچه‌ها دهنشون رو گرفتن در حالی که پر از غمن، انفجار اشکن، جوری تبعیت میکنن که وصیت مادرشون اجرا بشه. تو این صحنه سخت اطاعت رخ میده. چرا زینب و حسنین صلوات الله علیهم اجمعین دارن تو این صحنه سخت دردناکی که ملائکه یا آسمان گریه میکنن اینا تحمل میکنن، سکوت میکنن تا وصیت مادرشون که کسی مطلع نشه از تشییع ایشون اجرا میکنن و هیچ دم بر نمیارن. چرا؟ چون مادرشون عشقشو و محبتشو به اینا ثابت کرده. حضرت زینب کبرا جوری با بچه‌های کاروان جناب آقای قوامی محبت آمیز برخورد کردن. این بچه گرسنه است، وارد شهر کوفه شدن. شهر کوفه یا نون و خرمایی که به فقرای تو شهرشون صدقه میدادن و به بچه‌های امام حسین میدادن، بچه‌های کوچیک امام حسین علیه السلام به اینا میگفتن ما خاندان پیغمبریم، صدقه به ما حرام، عممون به ما گفته. کی گفته؟ عممون گفته. ببینید چه تبعیتی تو این بچه‌ها با اون عشق خودش و محبت خودش تو این بچه‌ها ایجاد کرده. بچه گرسنه است ولی از عمش اطاعت میکنه. آخه یه چیز دیگه هم این طرف قضیه، اون طرف قضیه یه چیز دیگه از عمه دیدن. امام سجاد گفتن بعد از عاشورا عمه ما زینب همه نافله هاشو، نمازهای مستحبیشو خوند، ایستاده هم خوند، فقط یه جا یه شب نشسته خوند. بعد پیگیری کردیم دیدیم 3 روز بود غذاشو آب و نانشو تقسیم میکرده بین بچه‌ها، خودش نمیخورده. اینا رو هم دیده بودن. بله. یعنی شما نگاه بکنید زمانی یک کسی، ببینید من زمانی بچه‌م از این تبعیت میکنه که مرا دوستم داشته باشه. اگر یه ذره غلیظ القلب بودی ای پیغمبر، همینا که دورت بودن میرفتن. نمیگه پیغمبر اگر ثروت داشتی، میگه غلیظ القلب یعنی یه ذره تند بودی. پیغمبر مبعوث شد برای اخلاق و مهربانی. همه کتاب‌های اخلاقی رو شما جمع کنید 2 کلمه است: محبت و عفو و بخشیدن. اصلا به نظرم استاد شما بهتر می‌دونید یه فرموله. اول دلها رو، قلبها رو به دست بیار، بعد عقلها رو ارتقا بده. یعنی روش اهل بیت این بوده. یاد امام خمینی میافتادم، به یه اشاره طرف بره جلوی توپ و تانک. آقا جونته، امام گفته، چرا عاشقشم؟ اول قلبها، بعد حضرت زینب کبرا شما نگاه کنید بچه رو تو مدار محبت خودش جوری داره حرکت میده. این بچه گرسنه است، تشنه است. کوفیا اون نون و خرمایی که به عنوان صدقه میذاشتن کنار که به فقرا بدن، آوردن به این بچه‌ها میدن، میگن آقا صدقه به ما حرام، عمه ما گفته ما اولاد پیغمبریم. این بچه گرسنه است. آقا بچه 3-4 ساله رو این چه جوری داره حضرت میاره. و این از شخصیت جامع الاطراف حضرت زینب کبراست. خیلی دیگه ریز رفتارهای عجیب و غریب بهت آوری از منظر علم روانشناسی تربیتی حضرت زینب کبرا داره. ما به این شخصیت تو روانشناسی میگیم شخصیت خودشکوفا، یعنی انسان کامل. همه اون مدیریت‌های عاطفیش، مدیریت‌های رفتاریش رو شما می‌بینید مسلط بر خودشه. ما خیلی اوقات میگیم ای کاش فلان حرفو فلان جا نمی‌زدن، ای کاش فلان مجلس نمی‌رفتن، ای کاش اینجوری رانندگی نمی‌کردن. ولی شما نگاه میکنید در طول مسیری که حضرت زینب کبرا داره این بچه‌ها رو میبره دونه دونه با اینا در نهایت مهربانی. ببینید الان یه مادری 2 تا بچه تو خونه داره، به خوراک و پوشاک و غذا